نام شرکت یوول دستگاه کالیبرین G4 کلاسیک رو با این پکیج به مناسبت دهمین سال فعالیتش عرضه کرده که 4 تا کارتریجش توشه، 14 16 19 و 1 و 2 اوم. یه دونه زنجیر بند به حساب زنجیر گردنی هم گذاشته و خود دستگاه. بذارید دستگاه هم بهتون نشون بدم. خب این دستگاه کالیبرین G4 کلاسیک باتریش 1400 میلی آمپره، کیفیت ساخت بدنش خیلی بالاست، خیلی حس خوبی تو دست داره. هم با دگمه کار میتونید ازش بکنید و هم به صورت اتومات. دگمه‌ش هم با 2 بار فشار دادن قفل میشه. چراغش این زیر همینطور که میبینید، یه بار فشار میدم میزان باتری رو نشون میده، 2 بار که بزنم دستگاه رو دگمه‌ش رو قفل و ببین الان دگمه کار میکنه، 2 بار میزنم دوباره دگمه قفل میشه. چیز ویژگی خاصی که روش گذاشته شرکت یوول اینه که به حساب 2 تا سنسور روش گذاشته برای عملکرد. در نتیجه خیلی عملکرد دقیق و خوبی داره، کیفیت سخت بالایی داره، لذا جزو دستگاه‌های اقتصادی شرکت یوول نیست و بی‌نظیره. من یه تست کامم با کارتریج 9 اوم رو براتون بگیرم. دستگاه 35 وات، قاعدتاً با کارتریجای 14 اوم تا 35 وات هم میتونید ازش کام بگیرید. من با کارتریج 9 اوم و قاعدتاً روی 15 وات یه تست کام براتون میگیرم. نگاه کنید. کالیبرین G4 کلاسیک با کارتریج 9 اوم. فوق العاده است. این سنسور عملکردش عالیه چون 2 تا سنسور روش داره. تنظیم راه هوا من رو وسط گذاشتم و خیلی حس خوبی توی دست داره. بی‌نظیره. من خیلی کیف کردم. یعنی حتی شاید بهتون بگم از دستگاه‌هایی که صفحه نمایش لمسی داره تو مثل G4 پرو کوکو، این اگر بیشتر نشه کمتر نداره تو تمرسانی عمل کرد. قاعدتا فقط شما تنظیم وات رو این ندارید. به هر حال یه دستگاه کلاسیکه، یه دستگاه ساده کلاسیک اما با کیفیت بالا، باتری خوب و تنظیم راه هوا هم با دگمه هم اتومات هم به شما کام میده. یعنی اون چه که نیاز دارید برای اینکه یه پاد خوب داشته باشید همه رو به شما داده تو این دستگاه. موفق باشید. خدا نگهدار.